پریام خیلی به چنل به من خوش اومدید. آقا من نمیدونم چی شد که تصمیم گرفتم این ویدیو رو بگیرم، ولی داشتم به خودم فکر می‌کردم که حالا که ما داریم راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم که بتونیم مال خودمون باشیم، چجوری میتونیم یه سری روزامون رو تنها باشیم ولی احساس تنهایی نکنیم. پس خوش اومدید به اولین ولاگ من که چجوری تنها باشیم ولی احساس تنهایی نکنیم. امروز میخوام برم انقلاب. قبلش یه امتحانی داشتم تو دانشگاه که الان مترو هم دیگه سوار میشم برم دانشگاه. تو مترو نمیتونم خیلی ویدیو بگیرم چون خیلی سر صداست، جمعیت هم خیلی زیاده. حالا بعد از امتحانم میبینم. تو پلن امروزمون انقلاب گردیه. آقا من بالاخره امتحانم رو دادم. الان از دانشگاه اومدم انقلاب دیگه. الان ایستگاه انقلاب هم پیاده شدم. میخوام برم سمت خود خیابون انقلاب و کتاب فروشیاشو دوتا خرید دارم که اون رو انجام بدم. از یکی از چیزایی که راجع به خیابون انقلاب راستش خیلی بدم میاد اینه که همیشه آفتاب انقدر تو سر و صورتته که اصلا نمیتونی درست جایی رو ببینیم و من هر سری وسط خیابون یادم میفته که بعد از آفتابم تمیز کنم، انقدر آفتابش شدیده. کلا خیابون انقلاب یکی از مکان‌های خیلی مورد علاقه من واسه تنها اومدنه، بخاطر اینکه کلا یه طوریه که تو میتونی توش خیلی زندگی رو احساس کنی. اولا درختاش خیلی خوشگله بود، درخت‌ها دانشگاه تهران. بعد یه بافت قدیمی داره که من خیلی دوستش دارم. و اینکه کلا به خاطر کتاب فروشی‌هاش و اینا مردم که توشن اصولاً اومدن چیزی بخرن، خب یعنی بی هدف نیست جریانی که توش هست و خیلی حالت هنری داره. خب و کلا احساس می‌کنم نکته‌ای که بتونی مثلا از تنها بودنت استفاده کنی و لذت ببری اینه که بتونی حس زندگی و جریانی که توی اون مکان‌ها هست رو ببینی، مثلا بتونی زندگی رو حس کنی به جای اینکه همه تمرکز این باشه که با اینکه حرف بزنی، فقط به این حس کنی که چجوری میتونی این لحظه رو زندگی کنی. بچه‌ها من سبک مطالعاتیمو 1-2 ماه عوض کردم و رفتم سراغ رمان‌های جدیدتر و الان چون مثلا نمیدونم کدوم مغازه این کتابا رو داره، واقعا همینجوری گیر افتادم. هر جا میرم یا ندارن یا تخفیف نخورده یا مثلا کتابی ایرادی داره و باگ بزرگ انقلاب میدونی چیه؟ اینه که تو هیچ وقت نمیتونی کتابو مثلا چاپ جدید، مثلا چاپ قدیم پیدا کنی. همه کتابا چاپ جدیدن. من یه مدت طولانی مثلا یه 4-5 ماهی مجبور بودم که بخاطر اینکه کلاسایی که دارم همیشه تنها باشم بیام انقلاب. در صورتی که قبلا خیلی این کار نمی‌کردم و انقلاب واقعا یکی از مکان‌های مورد علاقه منه و می‌دونید کم کم یاد گرفتم وقتی میام بیرون تمرکزم به جای اینکه بذارم رو جریانی که خودم ایجاد می‌کنم، تمرکزم بذارم رو جریانی که محیط بر من ایجاد می‌کنه. یعنی تأثیری که محیط رو من می‌ذاره، نه چیزی که من روی اون تاثیر میذارم، نه گفتگویی که من با یه نفر دیگه ایجاد میکنم یا یه نفر دیگه با من ایجاد میکنه. و به طور کلی تونستم مثلا کم کم یاد بگیرم که اینکه با تنها میای بیرون میتونه حتی خیلی بیشتر باعث بشه به تو خوش بگذره، به خاطر اینکه توی مثلا جاهایی مثلا انقلاب که حتی جمعیت زیاده، اگه تو کم کم یاد بگیر که تمرکزت رو به جای اینکه بذاری رو مردم بذاری رو خودت و به این فکر کنی که این مکان چه حسی به من میده، من الان چه حس و حالی دارم یا من دارم چی رو اینجا تجربه میکنم، کم کم تنها بیرون اومدن خیلی برات ساده میشه و درسته که تنهایی ولی باعث میشه که احساس تنهایی نکنی. من متاسفانه رژیمم و نتونستم از کافه های اینجا چیز بگیرم. میگن اصلا انقلاب اومدن دقیقا به اینه که بیایید و کافی بگیریم، مثلا آیس کافی بگیریم و بگردیم و متاسفانه رژیمم من از این لذت خیلیش محروم کرد. ناراحتم. یکی دیگه از بچه‌ها نکات خیلی مورد علاقه من راجع به انقلاب اینه که کتابای زبان اصلی رو خب میتونید رسما با 1/4 قیمت بقیه جاها پیدا کنید. یعنی کتابایی که مثلا شاید کتاب فروشی دیگه بدن 600 تومن اینا رو تو میتونید اینجا 200 تومن 250 تومن پیدا کنی. من همیشه کتابای زبان اصلی رو از اینجا میگیرم.
من بالاخره موفق شدم که کتابی که میخواستم رو بخرم. من دیگه دارم من سمت مترو، ولی فکر می‌کنم کلا این تجربه انقلابگردی‌هایی که میام تنها انجام میدم هر سری برام شبیه مثلا یادآوره به اینکه حالا چه تو لحظه‌های خوب چه لحظه‌های بد من میتونم که تنها بمونم و مثلا خاطره واسه خودم بسازم. چون به نظرم میتونه که خاطره واسه خودت بسازی واقعا یکی از مهمترین توانایی‌هاییه که نفر باید داشته باشه. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید با من. شاید انقلاب خیلی جای خاصی نباشه، ولی تجربه‌ای که برای من میسازه هر سری خیلی احساس منحصر به فردیه. اینکه من تونستم بیام و یه دور دیگه با خودم وقت بگذرونم، حتی تاثیر محیط رو خودم بفهمم، واکنش‌های خودم به محیط رو ببینم، خیلی برام جذابه واقعا. خیلی بچه‌ها ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و گوش دادید.